سلام. آموزش نطق‌خوانی کالینبا با استفاده از خطوط حامل. 5 تا خط حامل اصلی داریم به اضافه چند تا خط کمکی یا اضافی حامل. کلید در کالینبا کلید صلح هست که از خط دوم شروع میشه و نشون دهنده اینه که خط دوم جایگاه نوت صلح هست. بمترین نوت در کالینبا دوی وسط یا میانی هست. جایگاه این تیغه در محدوده خطوط حامل زیر 5 خط و روی خط حامل اضافی یا کمکی قرار داره. یعنی اگر ما یک نوتی رو ببینیم که نصف نوت زیر این خط قرار داره و نصفش بالای این خط، یعنی ما باید تیغه مربوط به دو رو ضربه بزنیم. نوت بعدی بمترین نوت بعد از دو سمت چپ دو قرار داره و نوت ر هست. نوت ر در محدوده خطوط حامل یه جایگاه از دو بالاتره و به زیر خط اول میچسبه. نوت بعدی سمت راست دوی وسط قرار داره و صدای می میده و در محدوده خطوط حامل یه جایگاه بالاتر از ر قرار داره، یعنی روی خط اول. نوت بعدی سمت چپ ر هست، فا، و یک جایگاه بالاتر از می قرار داره، یعنی بین خط اول و دوم یا در سفیدی اول. نوت بعدی سمت راست می قرار داره. نوت صلح مثل کلید صلح جایگاهش روی خط دومه. نوت بعدی نوت لا بالاتر از خط دوم، یعنی در سفیدی دوم یا بین خط حامل دوم و سوم قرار داره. نوت بعدی سی روی خط سوم قرار داره. از خط سوم به بعد شکل نوت ها به این صورته. نوت بعدی دو در گام یا اکتاو بعدی در سفیدی سوم قرار داره یا بین خط سوم و چهارم که یک نقطه یا یک خط کوچولو روی کالینبا براش در نظر گرفته شده. نوت بعدی ر هست روی خط چهارم. نوت بعدی می در سفیدی چهارم یا بین خط چهارم و پنجم قرار داره. نوت بعدی فا روی خط پنجم. نوت بعدی صلح بالای خط پنجم. نوت بعدی لا. خطوط حاملمون تموم شده، باید از خطوط حامل کمکی استفاده کنیم. یه خط میکشیم و نوت لا رو روش قرار میدیم. نوت بعدی سی. همین خط حامل رو میکشیم و نوت رو یک جایگاه بالاتر قرار میدیم، یعنی بالای خط حامل کمکی. این گام یا اکتاف هم تموم شد. نوت بعدی نوت دو که 2 تا نقطه یا 2 تا خط کوچیک بالاش در نظر گرفتیم. باید دومین خط کمکی رو هم بکشیم و نوت دو رو روی خط دوم قرار بدیم. نوت بعدی ر. 2 تا خط حامل کمکی رو میکشیم، نوت رو بالای دومی قرار میدیم. آخرین نوت در کالینباهای 17 تیغه می هست. خطوط حاملمون تموم شد. سومین خط حامل کمکی رو میکشیم و نوت می رو روش قرار میدیم.
موفق باشید.